سلام ساسان جان، من ویدیوهای شما در مورد مست عشق رو دیدم و خب با خیلی چیزا موافق بودم و با خیلی چیزا هم مخالف بودم که دلیلی شد که الان با هم صحبت کنیم. البته کلا نگاه من نه توی بحث سینما نه توی بحث عرفان هیچ تخصصی ندارم. یک نگاه عامیانه به عنوان یک مخاطب عام دارم صحبت میکنم و شما دیدتون بیشتر به بخش عرفانی و عشق بود. میگفتین که شما باید از دید عشق نگاه کنید به این فیلم و اگر اینطوری نگاه کنید داستان کامل عوض میشه و میگفتید که شما باید یک زمینه‌ای داشته باشی و من کلا این فیلم خب خیلی همه مشتاق بودن و استقبالم زیاد بود، منم همینطور. ما خیلی مشتاق بودیم که فیلم اکرام بشه و رفتیم دیدیم، ولی از همون شروع اون چیزی که باید نبود. هر کدوم از بازیگرها صحبت که میکردن میدیدی صدا بعد میدیدی خیلی خیلی چیزا که حالا توی ذوق میزد، ولی از اینا گذر میکنیم. میگفتیم که خب حداقل شمس مولانا این رابطه و پردازش این کاراکترها و کاراکترهای مهم توی فیلم شاید کارو در بیاره، ولی هر چی میرفت جلوتر میدیدی نه به شمس آنچنانی که باید پرداخته شده. مثلا شمس یه ورودی داشت کنار یه درختی لم داده بود، نمیدونم، بعد میپرید یه حرفایی میزد، بعد یه معجزه‌ای میشد، عیساگونه باد و طوفان قش میکرد یا کراماتی از این چنین، یا مولانا کلا خیلی پراکنده بود پرداختن به این دوتا کاراکتر اصلی. حالا کار ندارم که مثلا کیمیا خاتون هم یه کاراکتر خیلی مهمه، درسته؟ بله کلا توی این داستان، ولی اصلا توی ورود اصلا تو نمیدونی کیه. بعد فقط از اصلا عاشق شدن شمس رو ما نمیبینیم، ما فقط میبینیم که یه اتفاقی و بعد مرگ کیمیا خاتون و خیلی ورود و پرداختن به کاراکترها بد بود. و حالا مسئله مهم من این بود که فیلم بیشتر حتی اون ذهنیتی که من مخاطب که نه خیلی از شمس و مولانا عمیق میدونم نه از سینما، به من یک شمس و مولانایی که من بشناسمش به اون عمق یکم دسترسی پیدا کنم نبود، میدونید؟ و بیشتر توی ذهن من گفتم خب این چه شمس این بوده، آدم اومد کتابا رو وسط جمع مولانا رو کوچیک کرد، کتابا رو پرت کرد، نمیدونم، همش عصبی، همش میدونید مولانا یا آدمی که آنچنان چیزی از خودش نداشت، نمیدونم، بیشتر اینا رو میگرفتم دیگه. اون شمس و مولانایی که توی ذهن من بود از بین رفت و این یک کلیتی بود که حالا میگم بخش فنی که حالا تدوینه یا اون داستان و اون پراکندگی و اون صدا، خب اینا به نظر من خیلی اهمیت داره توی تأثیر گذاشتن. اگر که مخصوصا حالا اگر یه فیلم کمدی بود مثل سینمای کمدی ما، آدم میگفت خب یه چیزی بود اومدی ببینی بخندی، اما این فیلم نمیشه راحت ازش گذر کرد گفت که مهم نیست. خب و فقط ما بگیم که چون در مورد مولانا و شمس هستش پس دیگه اوکیه، آره بگذریم از اینا. فکر میکنم اینجا بیشتر اهمیت داره. در خدمت شما. زنده باشی. عرض شود که علت این که به هر صورت ما این جلسه رو خود تصمیم گرفتیم که با هم باشیم و افتخار این رو من دارم که در خدمت شما باشم یا این فیلم رکورد بشه. اولا شاید دیگه این صحبت ها حتی برای من فرصتش نباشه که دیدگاه هم رو بگم. ثانیاً ببینین من از چند تا منظر این رو راجبش صحبت میکنم فقط، یعنی نظراتم رو میگم.
اولا این که خود من شخصا یک محققم در این مسیر. دوما این که ما قصه شنگول و منگول رو فکر کنید شنیدیم از بچگی، همه اینو گفتن، تمام مادرها گفتن، هر کدوم. من چرا این مثال رو زدم؟ ببینید ما یک نگاه عام داریم، یک نگاه خاص. این مثالی که من زدم واقعاً بحث اینه که ما در جامعه‌ای مثل کودکان و توقع این رو داریم که مربی اون مهد کودک هم دقیقاً مثل ما یا اون جوری که ما نگاه میکنیم نگاه بکنه. بهتره اینجوری بگم که نگاه عام یک نگاهیه که اصولاً اگر شما میخواین راجع به بحث عشق صحبت بکنید میره توی فیلم هندی، میخوایم راجع به نمیدونم بحث جسارت صحبت بکنیم باید بریم تو فیلم‌های اکشن. بحث فیلمیشو من دارم میگم، مووی. نگاه عام اگر شما میخواین راجع به مباحث جدی عرفانی و رشد صحبت بشه، سریعا ذهن ما یک ادبیات کلاسیک ترسیم میکنه و اون ادبیات سنگین و ثقیل رو خیلی ساده میخوام عرض کنم خدمتتون. ببینین ما دقیقاً با یک انسانی خاص‌تر از جامعه عام قرار مواجه شیم. این بحث فیلم سر جای خودش، ما بپردازیم به این که این فرد خاص، این شمس قرار خاص باشه. حالا خاص خیلی اسطوره‌ای، حالا میریم سراغ نگاه اسطوره‌ای. نگاه اسطوره‌ای اصولاً از یک فردی که میخواد یک حرکت رو به جلو و مثبتی داشته باشه یک اسطوره باید بسازه. اون اسطوره رو ما تو ذهن خودمون یک چیزی میبینیم و نهایتاً وقتی که ما با شمس مواجه میشیم اینها نگاه‌های فارغ از فیلمه ها مثلا بیایم بیرون. برای همین گفتم قصه شنگول و منگول یعنی ساده ترین قصه ای که شما میتونید از زبان تمام شاید مادرهای ایرانی بشنوید و تمام بچه ها شاید با این قصه خوابشون ببره و هر کسی ممکنه با لحن و زبان خودش بگه. ما اول ببینیم با کلیت درس داستان اون قصه کار داریم. حالا این قصه کودکانه رو میذارم کنار، یک جمله خیلی ساده میگم ولی خیلی عمیق. یکی بود یکی نبود، غیر خدا هیچکی نبود. به نظر من کامل ترین جمله‌ای که میتونه بشر بگه و شنیده باشه. یکی بود یکی نبود، غیر خدا هیچکی نبود. چقدر ما به این فکر کردیم؟ انقدر ساده است، اصلا بی تفاوتیم نسبت بهش. ولی شما در آخرین نقطه عرفان و عرفان به معنی شناخت هست، به آخرین لول عرفان و شناخت که برسی قرار موحد بشی، قراره بشناسی که همه چیز در یک وحدانیت، غیر خدا هیچکی نبود. و این جمله رو ما خیلی ساده بارها شنیدیم، از کودکی شنیدیم و از کنارش رد شدیم. ببینید من میخوام خیلی ساده از اون اسطوره پردازی ذهنمون برسم به این جمله کوچیکه. اصلا فرقی نمیکنه که حالا نهایتاً یک فردی مثل شمس با یک ساختار فرهنگی تربیتی و نهایتاً حالا ما میپذیریم شمس دیگه. شما قونیه که تشریف ببرین، بارگاه مولانا یک جایی هست، مقبرهشون یک جایی هم میگن مقبره شمس اونورتر. خیلی ها همش میرن اونجا، یه سری ها میرن مثلا مقبره شمس. در کل در تاریخ و احتمالاً مستند این قضیه به این صورت هست که اصلا بعد از 645 قمری که شمس به دلیل اتفاقات افتاده ناپدید میشه، که ببینید همینجا ناپدید شدن رو بذاریم وسط، یک سری میگن کشتنش، یک سری میگن رفت. خب دو تا دنیای متفاوت رخ میده بعد از این لحظه. اینکه یک نفر رو کشته باشن، اینکه یک نفر رفته باشه به ادامه مسیرش. علت رفتن مهم میشه. اگر ما برگردیم به عقب، این شمسی که به خاطر مرگ کیمیا و اتفاقاتی که پیرامون رخ داد دل شکسته شد، آزرده شد و رفت.
این رفتن حکمت و تقدیری بود که باید بعد از این رفتن روشنایی عجیب غریب در مولانا رخ میداد. شاید اگر شمس میموند اصلا شکوفای مولانا این چنین نمیشد. این قانون وصل و فراغه، این قانون دم و بازدمه. ما به اینها اگر بخوایم نگاه بکنیم یک اتفاق دیگه میفته. من از شنگول و منگول گفتم، از اون قصه ساده کودکانه و جمله گفتم و امروز خط سومی رو اگر بخوایم راجبش صحبت بکنیم که شمس میگه قرآن یا هستی یا خدا هر چیزی رو شما توی لول اولیه میبینید، لول دومی میبینید و سوم. اساساً هم میگه اون لول سوم درکش خیلی دشواره، یعنی خاص میتونه به این مطلب. حالا این که ما دقیقاً بخوایم، من 3 پارت رو راجع به فیلم نقدم رو کردم، یعنی الان دوباره بخوام نقد و بحثی راجع به فیلم باشه واقعاً در حوصله نمی گنجه و چه بهتر که این فرصت پیش اومد در جوار شما ما بپردازیم به اون مباحث یک مقدار مغزتر. به قول جناب مولانا میگه هر که کارد قصد گندم بایدش، کاه اندر تبع می آیدش. میگه شما قصد گندم کنید، اون چیزی که پیرامونش بالا پای میشه یه باد بزن اون کاهه. ما همه در این فیلمه، حتی خود این فیلم ببینید دقیقاً اسطوره پردازی ذهنیت نویسنده و کارگردان هم دقیقاً اینجا از اون شمس یک معجزه از قرار نبوده که در این راستا کمالات این چنینی. اون روز شما اینجا با من موافقی؟ بله ببینید ما یک نقد فیلم داریم، من ببینید همه این نقدها رو کرده بودم. من اون روزم توی نقدم این توی بررسیم این عرض رو داشتم که اگر من دقیقاً بخوام بگم که نقد فیلم به معنی نفی فیلم یه ماجراست، یک بررسی هم داریم، ما قراره بررسی کنیم بعداشو که همه گفتن. حالا ما بریم یه نقطه خوبی هم بگیم آقا به طوری که آقای فتحی هم در دفاعی خودش گفت آقا ما در حد بضاعتمون خواستیم این فضا رو اصلا ما به عنوان یک بابی ببینیم، به عنوان این که امروز به هر صورت دغدغه شد، خیلی رفتن این فیلمو دیدن. حداقل در ایران الان روی بیلبوردها در این تایم همش عکس شمس و مولانا و این صحبت هست و اساساً ببینید در این عالم تضاد دو قطبی همه چیز با نفی و نقض و رو به روشه که معنی پیدا میکنه، شب با روز، سفید با سیاه. یعنی اون روز هم صحبت میکردیم هواپیما با باد روبروشه که میتونه راحت پرواز کنه، تیکاف داشته باشه، و با باد روبروه که میتونه راحت لند کنه. یعنی اگر یک بادی موافق باشه با هواپیما نمیتونه بالا بره، نمیتونه راحت بشینه، همیشه هواپیما بر خلاف میپره، بر خلاف باد میشینه. اینه که این حتی این مباحث متضادی که پیش اومده فضا رو داره برای این ذهن باز میکنه که ما بپردازیم به این صحبت ها. ببینید در تاریخ راجع به شمس که بوده 642 اومده، 1 سال بوده، یه سری اتفاقات افتاده رفته، 1 سال بعد اومده دوره سری اتفاقات افتاده رفت. من امروز راجع به این رفت و آمدهاش من میگم اگر شمس نمیرفت شاید اصلا این 6 دفتر مثنوی رخ نمیداد. اگر شمس بود این رخ نمیداد، باید میرفت که این رخ میداد. من اصلا میگم که حالا این چیزایی که دارم میگم شما تصور کنید، فرض کنید یک پیرمرد 60 ساله عاشق شده، عاشقی، چقدر نقد هاست راجع به این موضوع. باز اینو اصلا ولش کنیم. من یک سناریو ذهنم داره میگه شما فرض کنید که اساساً قرار بوده خودتون رو ببرید تو فیلم، فکر کنید کیمیا و برادرش که برادر تنیش نیست، کیمیا دختر زنیه که با جناب مولانا ازدواج در حمایت جناب مولانا اومده ها. کیمیا مادری داره، مادرش اومده در خانه مولانا گویا ازدواج هم که اونجا زندگی میکنه، شده دختر خوندش، جزو محرم های خانواده. فکر کنید که این پسر عاشق به ظاهر میشه خواهرش، تقریبا دختر خونده کیمیا شد و کیمیا در یک جایی شاید در کودکیش اصلا همین عاشق بودن رو هم پذیرفته، همونطوری که تو فیلم هم هست، یه جایش اصلا این رابطه دو طرفه به ظاهر، و یک جایی به بعد متوجه میشه که نه، میتونه دنیای بالغتری باشه و با آشنایی با شمس یک دنیای بالغتری رو داره میبینه. یا من شنیدم نقدی راجع به فیلم کتاب ملت عشق توی این فیلم گنجونده شده، اینا که ببینید خود کتاب ملت عشق رو شما اگر دقیق گوش بدید متوجه این میشین که آشنایی کیمیا با مغز قرآن داره با شمس رخ میده. کیمیا هی سوالاش میاد پیش شمس، میگه اینجای قرآن معنیش چیه تو همون کتاب ملت عشق. خب ببینید
و هزار و یک چیز دیگه. سخن رو کوتاه کنم، اصل ماجرا این هست که ما اول با سناریوی هستی از این نگاه ببینین. اگر من و شما آب رو دیدیم، از آب به وجد اومدیم که وای این دونه دونه اتم کنار هم قرار گرفته، منم همه وجودم از اتم ساخته شده، من ماده که جسمم این اتم ها رو میخوره تشنگیش رفت. ببینید در این عمق به نظر من یه کودک درخت رو میبینه، یه نظری داره راجع به درخت، یک کارشناس کشاورزی هم درخت رو میبینه، یه نظری داره راجع به درخت. خب ولی نظر یه کودک با نظر یه کارشناس خب خیلی متفاوته. و من میپسندم واقعا این رو، نه اینکه من کسی باشم که، نه، من به عنوان یک عاشق مشتاق وقتی که این فیلم رو میبینم به وجد میام از این که دغدغه جماعت دیگری هم این شده است و این واقعا لذت بخشه. من خیلی چند سال پیش ترک مست و دیوانه رو که خوندم، این ترک اومد بیرون، خب اون بازخوردی که توقع داشتم دیدم نه، اصلا جامعه در فضای موسیقی 6 و 8 عامیانه فلان، خب شاید شادی احتیاج داره، اوکی کار نداریم، ولی خب مست و دیوانه هم شعر مولاناییه که 700 سال ازش گذشته و به طبع وقتی که وارد دنیای مثنوی میشید عالم زندگی و تمامی وجود انسان دگرگون میشه با این مباحث. خب این با این عمق شدید جامعه همونطوری که دنبال آهنگ 6 و 8 شاید به هر صورت توقع، من جسارت نمیکنم البته، ولی ببینید ما اگر در ذهنمون اسطوره سازی کردیم و رفتیم سراغ شمس و مولانا، اتفاقا ما اشتباهی رفتیم. این یک، نمیخوام متکلم وحده باشم یه تک توضیح بده، اگر شما فرمایشی دارین بفرمایید. یک نکته راجع به شمس و خلق و پس اینم بذاریم بگم. ببینین یه نکته خیلی مهمی که هست، شما خلق و خوی یک فرد به بلوغ معنوی رسیده رو اگر بخوایم بشناسید، من یه مثال ساده میزنم. یک فردی که ما توقع داریم، یک فردی که عارف شده به بلوغ معنوی رسیده شده شمس، یک فرد مهربون ملوه وای به به چه چه فلان. خب گات من یه مثالی میزنم. شما فرض کنید که یه نفر پشت شما صحبت میکنه. در کودکی که ما زلالیم و شفاف و ساده، اصلا مهم نیست واسمون کی پشتمون صحبت میکنه. از یه جایی به بعد وقتی که میبینیم مثلا اومدن به پدر ما شکایت ما رو کردن و مورد غضب قرار گرفتیم، از اون بعد حساس میشه سنسورا، ناراحت میشیم از اینکه پشتمون، به خاطر فیدبکاش، ریاکشنای بعدیش. یه ذره جلوتر ما به بلوغ میرسیم، اون غرور جوانی اجازه نمیده کسی پشت سر ما و خانواده و حریم من و این حرفا کسی صحبت بکنه. یک مقدار سن میره بالاتر، پخته تر میشی، شما در یک پختگی میبینی که خب اصلا مهم نیست خیلیا چی میگن، من خوباشو به عنوان تجربه و درس جدا میکنم، ازش درس میگیرم و بعداش هم از این گوش میگیرم، از اون بعد گوش میدم بیرون. یک جایی دیگه میرسی که میبینی اصلا کار خلق صبح تا شب پشت سر هم صحبت کردن و همین داستان هست. اونجاست که شما میبینی یک فردی در خودش همه چیز هم میبینه، همه چیز رو هم میشنوه، قشنگ میبینه که اگر آقای فلانی داره راجع به شما صحبت میکنه خودش چه نقصهایی داره، چه رزومه‌ای داره، چه کارهایی کرده. خب من الان بخوام مثلا راجع به کسی که پشتم صحبت کرده بشینم میگم نه خودش اینجوری کرده، بر فرض مثال دارم میگم، من نگاه میکنم میبینم خب من که نمیتونم بشینم شروع کنم بگم این کارا رو کرده، این خودش اینه. این مثل بحث‌های سیاسی و اجتماعی، هر چیزی که میبینید مورد نقد قرار، همجوری نگاه میکنه، در خودش فرو میره، در خودش میشکنه، در خودش کنکاش میکنه، سرچ میکنه. یه جاهایی واقعا من یه تایمی دلم به حال خدا خیلی میسوخت که واقعا بشر نگاهش به خدا یه نگاهی بده بینم
بعدم که نمیدی برو ببینیم بابا و مسائل. من خیلی عامیانه دارم صحبت میکنم. ممکنه همین الان این تصویر رو بعدن دوستان ببینن میگن خب تو با این لحنت خودت نشستی راجع به مولانا همینه. اتفاقا ریالیتی شمس همینه، ریالیتی مولانا همینه. رئال بخوایم نگاه بکنیم، یک انسان بوده در یک، اتفاقا مولانا وقتی که خودش در یک چارچوب و اتو کشیده بوده، شمس اومده درست بهش گفته آقا از این اتو کشیده بیا بیرون. این نیست اصلا تصورت. خب من کات میدم، بقیه عرایزم رو، نکات مهمی هست بعد فرمایش شما. این تا اینجای ماجرا ببخشید. خب من الان احساس میکنم که یه مسئله‌ای باید روشن بشه، اینه که شما دیدتون نسبت به فیلم نیست، شما کلن دارید به شمس و مولانا نگاه میکنید. نسبت به داستان پردازی فیلم شما از این دید نگاه میکنید که همین که این فیلم کار شده در مورد مولانا و شمس، در مورد عرفان توی فضای کشور ما که کار سختیه، همین که این کار انجام شده خودش توی همین مرحله ما وایسیم بگیم خودش خوبه دیگه. این که آیا خوب داستان پردازی شده، خوب ساخته شد، بالاخره ببینید شما یه فوتبالیست، یک نقاش از چه طریق سنجیده میشه؟ خب از طریق کارش دیگه. و نسبت به هدف اون کار، بله، جامعه هدفی که اون کار داره، اگر کار فقط واسه نقاشا باشه، نقاشا فقط میرن میبینن نظر میدن. اما اگر کار واسه مردم ساخته شده باشه، مردم هم باید در مورد اون نظر بدن. و فقط نمیتونی بگی که چون که یه بخشی از حرف شما اینه که یه کودک میتونه مثلا نمیتونه نسبت به یه متخصص نظر درست بده دیگه. و من احساس میکنم که ما فقط نمیتونیم به شمس و مولانا نگاه کنیم و فیلمو بررسی کنیم. ما باید، چون در این فرمته، اگر در فرمت یک موسیقی بود یا آهنگ بود، خب ما دید متفاوتی داشتیم، ولی الان ما باید به این نگاه کنیم که از دریچه سینما داره به مردم، برای مردم شمس و مولانا رو نشون میده. بله. ما باید ببینیم این کار چقدر، دید من اینجوریه. حتی اون کتاب ملت عشق که اشاره کردین، شما عمیق وارد شدید به دنیای شمس و مولانا. بله. اون کتاب رو مطالعه کردید و معلومه خیلی مطالعه بیشتری از اون کتاب هم داشتید، ولی خیلی از مردم که الان قراره و استقبال خوبی هم شده، یعنی مردم ما فقط بگیم مثلا موسیقی 6-8 یا فلان فلان، نه، از فیلم استقبال کردن دیگه، رفتن دیدن، حالا به خاطر بازیگرا یا اینا، یعنی استقبال هم شد. خب بله. ولی آیا فیلم اون به اندازه‌ای که استقبال شد خوب ساخته شده بود؟ خب حتی این نکته رو اشاره کنم، مردم ما ملت عشق خیلی شاید نخوندن. اگر نخونده باشی تا نیم ساعت 40 دقیقه فیلم نمیدونی اصلا داستان چیه. من یه سوال، چیه؟ الان که من و شما راجع به ملت عشق صحبت کردیم و این کلمه ملت عشق رو شمس توی فیلم میگه و مثلا آقای فراستی اومد گفت این فیلم مست عشق بود یا ملت عشق، آیا انقدری این شاخکای مردم، این سنسوراشون تکون خورد که برن ببینن ملت عشق چیه یا نه؟ ترغیب میشن. خب من احساس میکنم این کار آقای فراستی ترغیبشون میکنه. خب اوکی، این جریان، من راجع به جریان، من آب پاکی رو اول ریختم رو دستتون، گفتم شنگول و منگول، گفتم اصلا شما فیلم رو، من نمیخواستم این جسارت رو بکنم تو اینو شما اگه فکر میکنم من بی منظور حتی اون کلمه شنگول و منگول گفتم، اتفاقا منظور داشتم. ببینید من میگم اصلا شما فکر کن یه قصه، شما فکر کن یه قصه، من نمیتونم، ببین زحمت کشیده شده برای این فیلم. موافقم. اصلا من نمیخوام چیزی رو با چی، من میگم آقا اصلا شما، من چند تا جمله کوتاه گفتم شنگول و منگول اوکی، یکی بود یکی نبود، غیر خدا هیچکی نبود. یک جمله هم گفتم هر کی کارد قصد گندم بایدش، مغز کاه اندر تبع می آیدش. رونالدینیو اسطوره فوتبال، شاعر زمین‌های و این آدم در یک اشتباه مادی، در یک منطقه
ممنوع، شروع کرد به ساخت و ساز، تمام سرمایش رفت، دولت تمام فلان ضبط کرد، طلبکار. خلاصه ماجرا برای اینکه نتونست جمع و جور بکنه رفت قاچاقی در یک کشور دیگه، اونجا با پاسپورت اشتباهی گرفتش، دولت و زندانی شده. ببینین از اون اسطوره به کجا، این واقعیت زندگیه. مولانا میگه عافیت بگذار بفروش، رسوایی بخر. نمیگه که آقا همه برین تو شهر رسواشین، ولی میگه این من و مایی که نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنی است. هر کی رفت بالاتر نشست که استخوان او سخت‌تر خواهد شکست. من اینو تجربه کردم، چشیدم، لمس کردم. من چند بار در زندگیم تو بحث مادی ورشکست کردم. در بحث عاشقانه عشقی هر کسی چندین بار تجربه‌های مختلف احساسی میتونه داشته باشه. در بحث روانی تحت فشارهای مختلف فلان، تو همین شغل ما کار موسیقی و چقدر فشارهای مختلف میتونه. ببینید واقعیت زندگی این هاست. دوباره آدم بلند میشه بعد از هر افتادنی یک جهش بلندتر. خیلی ها بعد از افتادن تموم میشن. مسئله اینه ما امروز یاد بگیریم که این شمس با اون وضعیتی که داشت، این سوال در ذهنمون ایجاد شه آقا این شمس چه کاری کرد که مولانا شد این؟ اصلا به قول خیلی ها که این رابطه نامشروع نامتعارف فلان، بابا خب از یک رابطه جدی مردم میگه از این رابطه این شکلی مثنوی میاد بیرون. ببینین مردم کجا میرن. من اینو دارم میگم، من میگم یه وسطی رو، تعادل رو در نظر بگیریم. اصلا من راجع به عدل صحبت میکنم، عدالت، تعادل. به نظر شما هستی طبق عدل خداست؟ خدا عادله؟ نگاه مردم چون نگاهشون به عدل یک نگاه تساویه، فکر میکنن همه چیز اگه با هم مساوی باشه، همه با هم یه سطح باشن، همه به اندازه هم پول داشته باشن، همه، این میشه تعادل، عدل. نه، این تساویه. عدل یعنی یکی داشته باشه یکی دیگه نداشته باشه، فردا اون نداشت این داشته باشه. عدل تعادل میاره. عدل قصهش یه چیز دیگه است. ما در یک واقعیت عدلانی داریم پیش میریم. ما اگر بخوایم عدل رو ببینیم، وسط رو ببینیم، تعادل رو ببینیم، نگاه میکنیم میگیم زندگی واقعیت این، بخش عام، بخش خاص، تعاریف مختلف. بله فیلم همسر جاش. شما الان از خود حسن فتحی مردم میگن این فیلم ادیتش فوق‌العاده افتضاحه، مثلا نقدی که شده خودشون میگه حیرت آوره مثلا ادیت این فیلم، حتی مثلا دارم میگم، من میگم اتفاقا منم شنیدم. آره خب من میگم نه حیرت آور بودن تعریفی خودشون رو بریم دنبالش، نه اون که افتضاح بودن رو بریم دنبالش. بابا ما بریم ببینیم داستان چی بوده. من شما بپردازیم به این که ببینیم واقعا یک نفر در یک نگاه خاص وقتی که شد شمس، این خاص بودن رو درک کنیم. اسطوره سازی به درد هیچکی نمیخوره. من و شما اگر از فردی اسطوره بسازیم که خودمونم به دستمون بهش نمیرسیم، هیچ وقت هیچ اتفاقی نمیفته. ما ببینیم آقا اینم یه آدم معمولی بود با یک نگرش خیلی خاص، با یک نگرش پخته، با یک نگرش منقلب کننده، متحول کننده. اون حول حال نای در مولانا رخ داده به دلیل شمس. نه تنها شمس در کیمیا رخ داده، در اون نظامی رخ داده، فرد نظامی، در نمیدونم اهالی رخ داده، برعکس رخ داده. مولانا یه نظر جای من راجع به قرآن ذهنیت هم همیشه ذهنم درگیر بود. گفتم ببینم خب یک عارفی به نام مولانا که من قبولش دارم نظرش راجع به قرآن میگه زان که از قرآن بسی گمره شدند، زین رسن قومی درون چه شدند، وین رسن را نیست جرمی، ای انود چون تو را سودای سربالا نبود. مصداق همین. کسی که سودای سر بالا داشته باشه، این فیلم که خوب از شنگول و منگول میرسه به نقطه تعالی و رشد. ما سودای سر بالا باید تو ذهنمون باشه. و دونه دونه اشعاری که شما میبینیم واقعا بی‌نظیر، اصلا عجیب غریب. اشعار مولانا شاعر نیست، اصلا یک
نمیدونم عارفی که گنجینه‌ای که عجیب غریب، حالا فرق نمیکنه اصلا ایرانی باشه، ترکی باشه، امریکایی باشه، فرق نمیکنه که مطلب ماجرا مهمه دیگه. خب من پس برداشت من اینه که شما میگید همین که اگر بخوام به اون فیلم مربوط کنم، شما میگید که فیلم عادلانه نگاه کنیم، یه نقصایی داره یه خوبیایی داره، مهم این نیست، ما باید نگاهمون این باشه که چیزهایی مثل مولانا و از این قبیل افکار توی جامعه بیشتر باشه. یعنی هنرمندا چه توی موسیقی، سینما یا هر جا به این سمت پرداختن به این موضوع درسته و اینکه مردم بیشتر بتونن دسترسی پیدا کنن به این مفاهیم، هر چی بیشتر. آره، یعنی شما میگید که به این دید باید نگاه کرد. در تمام عمر هر چه گفتم خطا بود جز سخن دوست. درسته این جمله رو دقیق خاطرم نیست، ولی جمله بی‌نظیری. من خودم شخصا چرخیدم در تمام دریافت‌ها و داشته‌ها و برداشت‌های خودم، دیدم هر آن چیزی که من راجبش وقت گذاشتم عمر رفت، نهایتاً اون کاهش شد. خطا بود جز سخن دوست. حالا این سخن دوستم چیزی نیست جز سخن باب رشد، کمال، دریچه‌ای که ما رو به سمت رشد و کمال و تعالی میبره. هر آنچه هستی هم بازا، در هر نقطه‌ای هم که هستی بازا. ما این نکته ها رو اگر دونه 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 باهاش دست و پنجه نرم کنیم، به نظر من از کلیت این فیلم، از کلیت این ماجرا، از هر چیزی بهره بردیم. و الا خب اینم یه فیلمی بوده مثل تمام، اصلا بهترین فیلم. شما فرض کنید رفتین بهترین فیلم ساخته شده سال دنیا رو دیدید. اگه قراره در حد یه فیلم ببینیم و تموش برو خداحافظ خود چه فایده ای داره اصلا؟ نکته ماجرا. ممنونم به هر صورت از اینکه فرصت گذاشتین. ممنون از شما. زنده باشین. میگه مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. این که بندم فرصتی پیدا کردم که این عرایض رو داشته باشم. یه وقتایی آدم حبس میکنه گفته هاشو، شاید اذیت میشه و این گفته ها باید اتفاق بیفته، چون شاید دیگرانی هم هستند که پیجوی این قضیه. ممنون از شما که این فرصت رو ایجاد کردید. ممنون از شما. تا بحث بعدی انشالله.